ویدیوش کجا خلاص میشه. این تخب شنو مختار کنیم نان تاوان نه تفس بس ایدوشی آن اول چکت ای صاحب در خود هنر مبارک یک شیچای جمعه یاش فری مبارک بو باش ما نفتم ما باجی مثل خواه فلان خلی باجی میگم همیشه فری جان صبحشون بخیر صبحگاه مرتکو تازه رفته طرف کار مارتر کدوم فرشته جان کتنه یک شور بلدیم بگه نال مارتر کدوم دیگه میخوایم این صبح یک مزدار صبحانه آماده کنم شما قنجقه فری جان باشین که ویدیون فری جان کجا خلاص میشه. سلام دوست عزیز انشالله که جور باشین خوش باشین در هر جای باشین دوست عزیز خوش اومدین در یک ویدیو نو از من انشالله که تمام شما جور باشین خوش باشین دوست عزیز صبحشون بخیر روزشون بخیر ما دیگه امروز بودم خانه ننه جان مکسته خواست که باجیم و قنجقه مامیم گفته که باید نمینجی چای بخوریم روز ما خانه بودم گفته خیلی نمینجی جای چای بخوریم این رقم مصروفی دسته دیگه تا که خود تو تایم بدر نکده بلده خود لکه پیشی دومید که تایم برکنی تایم پیداش نه خب ایچ چیز نمیشه تایم پیدا نمیشه دیگه گفتم نمیدونم که میمادره چرا که مامی من باجی من نه آدم خانه خودشه فقط میخوای که یک جای ششتا یک صبحانه بخوری دیگه سر صبح ننیم سر صبح که آرتر که ما افتادم برای میکنم ویدیو که و ما خواب بودم خبرنیم ویدیو بده نکده دیگه کشترم کسته ایال دخم در گراج کسته ننیم در اون نان بخورنم ما خانه مانم مشین کدم آن فرق جمع کدم دیگه یا برم در گراج پیش ننیم خوب که ننیم سکانه او یا نان بخورن ما گفتم چند پرکی بخورد که ما را کویت نه دیگه دوست عزیز تا آخر ویدیو را قنجقه از ما باشین دیگه باجی میا مامیم میا دیگه همون که گفتم آدم خانه ما قنجقه مامی خم ریزه کشتم دو پیش دیگه فیلینگ مامی ولد نیه مثل یک دوست دیگه قنجقهش هستی اموتر مثلا اموتر کلوز اموتر مزاق داره خنده از چقدر مامای مزده چه قنجقه اولادایشی دیگه اموتر باجیم ما خوب ما اکسپلین نمیتونم امو بوندی از ما قنجقه باجیم کسته ما قد باجی خواهم باجی کسته بلدیم هم یک خواری کلانه هم یک مثلا بیست فرند است این رقم بوند است که ما یک نام دیده نمیتونم ما اشتیم باجی خود مثلا نفتم خاله ما توالیم ایون یک روز هم نفتم ما باجی خود مثل خواه فلان خالی باجی میگم همیشه این رقم بوند داره که ما هر چیز رو میتونم قد شیر کنم من از موضوع اگه چیز سیکرت نیا اگه چیز for example اگه چیز نیا که ما شیر نتونم در تایمشی بلدیم بهترین دوست بوده در تایمش بلدیم مثل ننیم ولی استاب داره پشتیم همیشه امزو خاطر دیگه قنجقش ما ام قنجقش ریسپکتش در جای ریسپکت هم دارم قچی مزاق هم دارم قچی یک بوند خاص است دوست عزیز باشین قدرتون ننه جان صبح بخیر سلام صبح بخیر دوستای فری جان سلام صبح قشنگشون بخیر خوبین جان چون جوره بخیرین امیدوارم که جور باشین صحتمند باشین کنار فامیل مهربان خدا هر جای دنیا هستین دوستای فری جان خوش اومدین در نو ویدیونی فری جان دیگه ما اینج درو پیرکی یک چند دنه سوالاتم پیرکی تاوی گفتم پختکنم پیرکی تاوی پختکنم همشو یک چند دنه پیرکی روغنی برای تاوا پختکنم بیشت میشه نمیشد دیگه شما تا آخر ویدیو قنجره فری جان باشین ویدیو فری جان بجا خلاص میشد ما بیرکی اخرا قنجره ساده جان گفتم این روز فری چوچی خانه
همین چیزای بین اچاریم چای بخوریم جای میتونیم خالی دیگه آدم که یک دفعه مثلا تا که خود آدم وقت برو نبته دیگه مولگی نبخت آدم وقت برو نمیتونه دیگه اما کوشش ندارم که مقصد قدر دیگه خدریک نه بله دخانه دیگه خواهی بور عزیزی در زندگیه گفت سر خوردانی یک ما خانه فلانی مرو چیز میخوام خانه بیمانی مرو چیز میخوام دیگه فقط عزیزی در زندگیه و یک بخیر آبای جانیم در هر ویدیوی خود خوب تا که نام آبای جان خونک رو مید امکان نداره دیگه با آبای جانیم بود دون آخوزی با هم قلای هم بلایه حالم دیگه ایمی دون آخوزی با آدم قدم تا که کلامی خوش داشته شد مثلا قد خانه خوب قد فامیل خوب قد رفیق خوب قد دوست خوب دیگه یک اخلاق خوب در زندگی انسان هر چند که مقیمه اخلاقی دیمه دیگه کوشش کنیم که مثلا یکو کساشیم ناراض نشنه کوشش کنیم که مثلا یکو کساشیم دیق نشنه دیگه اخلاق قدر خوبه شکر که جان چیم جاره دیگه تاخیر بیجار پنجره فریجان باشیم که جان ایدیو اینجا خلاص باشیم انت خوب شنان بختار کنیم نان تاوان نیگرف بس ای دوشی؟ آن اولچا کرد ما خود نان تاوا فول خواسترم ننیم نان بختانه دیگه اون توش کدن خانه جمع شد دیگه آتش خانم جمع بابام دخنم ننیم پشت نان بختم که دیگه نان شقشته چم پرکشته نشته اگه نشته مامایم تاو چم شایدم نه نان بخته نشته نه قص بختشته دسم صافه خانه شته نیش منده نیم درام نه ختم شده نه دو دنه منده دیگه تاک نیم میرمونه چم تاک چم پرکیم شه ما تاو چم چای را جانم شده نه من این شیر رو اردیمشتم دیگه تاش داختم که جوش باید باید چای منشن داختم باجی ماما شیر ماشتم که سر جوش باید باجی ماما دیال باجیم دم نه اینیش پرکیرم مغزیش ایش مامیم کسته ابرام را گرشته جایشم خالی آقایم امروز آزاد شدن سلام بنده بینندای فری نظری فری جانم میدونیم که جور باشین از ویدیوهای فری اینجای کنین دیگه حمایت کنین خیلی میشه خیلی تمامی بنده جایشم خالی دیگه ما دروش چای جانم ای خدا در خودی خونه رو مبارک یک شیچای جانم این جمع نه جانم این که کسته درام پشکی برونم خواه ای خدا دیگه ما از کاره باجی ما گفتم نه ما گفتم باجیم قد مامیم ره ننیم کوی که ما خانه بدم گفته بین چای بخوری نه از بعد گفتم ما گفته ندونم که میمو داره چون باجیم قد مامیم کسته خانه سخوچه خواه در خانه ما ما مامیم کسته در پیش ریزه کتشتم فیلینگ مامی ولد نیه رقم یک دوست دلی مثلا نموت مزاح خنده ام در دیلر یک کارتوش کو یک کارتوش کنه در چیزایی نه سه مگم باجیم کسته ما باجی خمو بوند اسفات قد باجی خد اکسپلین نمیتونم در جایشی بلدیم بیست فرند در جایش بلدیم خوار کلان بوده در جایشی فول ننیم علیه میشه در پشت مستاد بوده نه از ما کسته میکس بوندینگ یک دنه نیه آل این وان استه مگم هوشیار آرام سنگین از مولی بالباله نمیده خوب کام بختر بیغنه هست چیز است خدای شکر که جوانا از مو امید رسته خدا تمامی خوب کنه آنها بیخی آدمون بیخی اولادهای بیخی از مو درای نگیده دیگه از اخلاق از کردار از تمام چیز این روز ما آقای عذاب شده دیگه فری جان کوی که چای بخون خرم درام چای جان نی یا ما ملان نیازده و جره این برم حامید رو بگیرم ریونی مورا برم از کاش بگیرم اون سو کنی ماشید قیزو انکار رو میگرم میونی رو اینجور موقع جذبه جور باشین بیشت یکم بشکی بکنیم نه از بلورای این سالی خالی گفتی نه اون نایشو پرکته ماشالله ماشالله اصلی کسته بله بختیش هسته که آقایم درام نان پختن هم
زردنه در دیست نگیم نوش جان فریجان میار پر کنی ما خود میستم کتاب چشم بختن و ریزه نمزون نخ گفتم بختن آره یاش دیست بخت است یا خدا تو رو نگاه از رقم شکست من میگه اما حضور خود بله زمان دستی بید زردنه تو بجشتا کتاب بجشتا یه ما ساده دیده ورده فقط تو را از من فهمت تشتا خندک داره بیایم مای ابرا فرهان زندگی جایشم خالی دیگه ما بریم چای رو بخوریم کارسام از بعد ما برم دیگه آبراش آره باجیم سندم آره قبل اشتغل تو این دوست عزیز پرکی هم جور شد دیگه این روز پرکی تاوایی نه پرکی وطنی آن پرکی تاوایی جور کده دیگه نیم جور کده ساری باجی مزه چیز روغنی جور کنم ساده نیش نه اینمی خوب چیزه نه تو خون پخته که نه دیگه نه دیگه یعنی قشر چای نان نه بر تو خومش تکیه پختم نه روغنیش پختم نه رشته جان یعنی نان چرا خورده اون فرهان زیاد خورده نانی گرم باجی تیزه اون چی تشی اون تمام بودی چیز یعنی تو بو بر تلمای بیچنه ای تو خوش ککرشته تو میشتاق نه مال که چطور نرم بوده خوش ککرشته اما بزود من چیز بلی رفت اونجا در خانه که بود بلی رفیده بیم خو کی شلتم شد اوکی ربال دیگه بود تhank you تو بیت دوستای فریجان اینیش رم میلون خوب سرخ مورم تاش سیکتم اینیش فریم برادی بو یعنی شیر از فرهانویا کم مقصد کلو معلوم شه فرهان شیر ساده مخوره فرهانی فرهان جانی نیم گفت بله رفته بل که شلتای میشه خو اونو دستایم زورش منین و صدقیم زور اون چای خون خورده دیگه نوش جان زندگی یه شیر سفید چی دست شیر سفید چی دست از من خورده شیر چایش باجیم دم کده دوست عزیز چایش مخالوم چای خوردی دیگه مامی من جمع داد باجیم هم توش کتینم داد ما چای خورد نیم یک مزدار پرکی بخته گرد تشکر از ننای جانم دیگه دوست عزیز نیم بود امروز نه ویدیو از من انشالله که خوش ممده باشه باز در ویدیو دیگه بخیر ملام شی در ویدیو دیگه خدافظ دوستا روشم خوش وقت شما خوش